قدرمن هیوادوالو ښه راغلاست هرکلی او هر کله راشئ. قدرمن هیوادوالو هیله ده چې سهار به مو تر اوسمهاله پورې له خوښیو څخه ډک وي او همداشان خپرونې به مو هم په پوره خوند سره کتلې وي. قدرمنو عزیزانو، د خپرونې د ارواپوهنې برخه ده. د ارواپوهنې په برخه کې هم راسره ښاغلی ډاکټر صاحب سمیر دی چې د ښوونې او روزنې پوهنتون زده کړیال دی او نن به راته په دې تړاو باندې خبرې کوي چې څنګه په ژوند کې موخې وټاکو، د موخې ټاکلو لپاره اصول څه دي، څنګه کولی شو دغه موخو ته ورسیږو. نو که راسره تم شئ په دغه برخه کې به د دغه تکړه ځوان او د تکړه ارواپوه د خبرو پر اساس باندې تاسو په ژوند کې د موخې ټاکلو مهارتونه ترلاسه کړئ. جناب دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر و خوش آمدین. علم و دانایی چراغ راه ماست، علم و دانایی چراغ راه ماست، به چراغ این ره تاریک و خطاست. سلام عرض میکنم خدمت شما سلام و بیننده های برنامه صبح معارف که کسانی که از پرده تلویزیون ما را تماشاگر هستند. امید خوب و صحتمند بوده و از گزند روزگار در امان باشید. بسیار سپاس، ممنونتان از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. به این در نخست بپیچیم بالای همین واژه هدف. هدف چی مفهوم و معنایی دارد و چرا این واژه در علم روانشناسی خیلی کاربرد عالی دارد؟ خیلی موضوع دقیق است. ابتدا اگر یک تعریف از خود هدف داشته باشیم که هدف چیست؟ هدف نقطه نهایی است که یک شخص بعد از سعی و تلاش و تجربه هایی که از زندگی میگیره خود را میخواهد که به هدف برسونه و این مسیر را برای ما روشن‌تر و واضح‌تر میسازه. و از دیدگاه علم روانشناسی هدف را قسم اگر به صورت یک عامیانه تر تعریف داشته باشیم، شخص خود را تقریبا 1 سال در آینده در کدام قسمت میبینه، میخواهد که من بعد از 1 سال بعد الی 4 سال بعد و یا هر آن مدتی که تعیین میکنه من خود را در کجا میبینم، چه تغییرات در خود میبینم. از این لحاظ از دیدگاه علم روانشناسی هدف نقطه مهم در زندگی هر شخص میباشد. بله، شما گفتین که نقطه مهم هست. به این اهمیت این واژه را یک مقدار صحبت بکنم. چرا هدف مهم هست؟ هدف چون مسیر ما را روشن میسازه و یک معنای خاص به زندگی ما میده، از این لحاظ ما میگیم که هدف خیلی مهم است. و در ارتباط دانشمندان زیاد از جمله مازلو، آلبرت و امثال دانشمندان دیگر علم روانشناسی در این عرصه گفتن که کسی که هدف می داشته باشه معنای واقعی زندگی را احساس میکنه و معنای واقعی بر زندگیش خلق میشه. و اگر همچون از دین مقدس اسلام جواب بدیم، همچون میشه چون در سوره مومنون آیه 115 خداوند خودش در قرآن عظیمشان اشاره کرده است که ما انسان را بیهوده نیافریدیم. یعنی حتی آفرینش انسان و مخلوقات انسان کل در هدف است، یعنی بدون هدف یا خلق نشده. پس از این نگاه میبینیم که اگر از بعد معنوی ما جواب بدیم، همچنان هدف خیلی مهم است و از دید روانشناسی چون مسیر زندگی را به ما مشخص میسازه و زندگی ما را معنادار میسازه، پس گفته میتونیم که هدف در زندگی هر شخص خیلی مهم است. بسیار عالی. انسان در ذهن خود چیزهای مشابه هدف بسیار زیادی را میپروراند، آرزوها، رویاها، خوابها. اما کدام ویژگی ها هست که هدف را از رویاها و فکرها و خیالها و خوابها متمایز می کند؟ یا ویژگی های یک هدف خوب چی هست که ما رو بگوییم که واقعا این هدف است و تلاش برای رسیدن با آن باید صورت بگیرد؟ قبل از اینکه روی سوال شما بریم شیرزاد صاحب، ابتدا فرق بین آرزو و هدف چی است؟ آرزو سلسله اقداماتی است یا سلسله تفکراتی است که انسان در ذهن داره ولی به صورت واقعی نیست. برای از او برنامه‌ریزی درست نداریم. ولی هدف چیز گسترده‌تری است که ما بعد از هدف جمع برنامه‌ریزی منظم و سعی تلاش یک شخص در بر میگیره تا بتونه به هدف خود برسه. حالا ویژگی های هدف چیست؟ چگونه ما میتونیم هدف در زندگی خود تعیین کنیم؟ ابتدا هر شخصی که میخواد هدف تعیین کنه در زندگی خودشناسی خیلی مهم و ارزنده است. چرا؟ چون یک شخص وقتی خود و توانایی خود را آگاه نباشد، از توانایی خود نفهمه، این در کل به یک سلسله مشکلات مواجه میشه. یعنی پیش شرط تعیین هدف خودشناسی است که ابتدا توانایی خود را بشناسه و خود توانایی فرد که وقتی توانایی خود را شناخت، مسیرش خود به خود بسیار روشن و واضح میشه. ابتدا گفته میتونیم خودشناسی ویژگی مهم هدف است. دوم، هدف ما نباید مبهم و گنگ باشه. هدف مشخص داشته باشیم. اگر خود هدف را بگوییم، در کل هدف به دو نوع می باشه که یکی دراز مدت می باشه و یک کوتاه مدت می باشه.
سلسله مراتبی که هدف میخواد تعیین کنه باید روی یک کاغذ بنویسه که ما که میخوایم به هدف خود برسم، آیا هدف ما طویل مدت است و یا کوتاه مدت، چی ویژگی‌هایی را ما باید طی کنم. فرد اینجا است که نظر به علایق خود، نظر به می هدف خود به صورت مبهم نمی باشه، اینجا هدف خود تعیین میکنه و میخواد به این برسه. و نقطه بعدیش میتونه واقع بینانه باشه، نظر به ارزش ها و باورهای شخص باشه، به چی چیزی که علاقه داره در زندگی او را مد نظر گرفته، بعدا میتونه تعیین هدف کنه که ویژگی های اهداف است که میتونه یک شخص به هدف خود برسه. بله، دو واژه‌ای که در اینجا در ذهن ما آمد که ممکن متضاد یکدیگر باشد و ما میخوایم از شما بپرسیم که کدام یک از این دقیق تر هست. ایده‌ای از روانشناسان به این باور هستند که هرگاه فکر در ذهن شما خطور میکند شما توانایی به دست آوردن آن را دارید و در تعیین هدف ما واقعی گرایی و یا واقعی بینی را هم ارزش میتیم. این دو واژه در متضاد یکدیگر قرار میگیرد. کدام جمله دقیق تر و عالی تر هست؟ از نگاه علم روانشناسی وقتی که میگه تفکری که در ذهن ما میآید، بعد از او هدف را تعیین قرار بدیم و با یک برنامه‌ریزی و سعی تلاش ما بخوایم خود را به او برسونیم. چون نمیشه مثلا بعضی از خیالات در ذهن ما میآید ولی اقدام نمیتونیم. انسان در کل اگر بگوییم از طول روز 24 ساعت هوشیار و بیدار که می باشه، خیلی از افکار در ذهنش میآید. ممکن میگه که من این کار انجام باید بتونم، این فعالیت را در زندگی خود انجام بدم، این خود چندین فعالیت در ذهنش میاد که میخواد رو انجام بده، ولی چون این به شکل آرزو است و به شکل یک خیال بافی است در ذهنش، نمیتونه با واقع پیوسته. ولی هدف، وقتی که میگیم هدف، این را تمرکز بالاش میکنه، یک برنامه‌ریزی میکنه و به این تصمیم میگیره تا بتونه به او برسه. از این دیدگاه علم روانشناسی ما گفته میتونیم که هدف موثرتر است. چرا؟ چون به شکل واقعی است، میتونه به ما را به تحقق بپذیره و میتونه ما را به هدف و این که میکنیم چی آیا کوتاه مدت باشه چی دراز مدت باشه ما رو به او برسانه. پس از دیدگاه علم روانشناسی هدف باید واقعی بینانه باشه. مثلا این رقم نمیشه اگر یک شخص را مثال بتیم که در بخش دنیای ورزش کریستیانو رونالدو خیلی یک شخص پرطرفدار است و موفق است. اگر یک شخص بگه ما یک سال بعد میخوایم که مثل رونالدو شوم، چرا؟ چون ما بوده میبینیم، تنها میبینیم که این به کدام مرحله رسیده، موفقیتش میبینیم، این که چی مرحله را سپری کرده، چی شکست های را همراهش مواجه شده و چی مشکلات را دیده، این را ما اصلا مد نظر نمیگیریم. پس به این لحاظ ما گفته میتونیم که باید واقع بینانه باشه. نظر به شرایط فعلی، نظر به ارزش ها و باورهای شخص میتونه که خیلی مفید واقع شود. خب اگر شخص در ذهن خود این ایده را داشته باشه که میخوایم درخشش همچو ستاره فوتبال را که شما نام بردین داشته باشم، برنامه‌ریزی هم بکنه، آیا ممکن هست رسیدن؟ دقیقاً. بعد از سعی و تلاش کوشش میتونه به این برسه. هر آرزو که به هدف تبدیل میشه و هدف ما طویل مدت میشه ان شاء الله حتما میرسیم. ولی بعضی از مشکلاتی که در بعضی جوانان دیده میشه، چون میگه باید ما سر از همین هفته نباید به هدف خود برسیم. ممکن باید اول اهداف ببینیم که آیا اهداف ما به چی شکل است، کوچک است، بزرگ است، به چی مرحله وقت ما به این نیاز دارم. فقط اونها میگن که ما میخوایم به هدف برسیم. دقیقاً قسمی که شما گفتین که میخوایم یک ستاره موفق در عرصه دنیای ورزش هم الا فوتبال، این درست است، خیلی یک مفکوره به تحقق هم میپذیره، ولی بعد از سعی و تلاش و مهمترین چیزی که زیادتر انگیزه جوانان را خراب میکنه وقتی که با شکست مواجه میشن، همونجا دیگه تسلیم میشن، پیش نمیبرن. ولی از این ما میخوایم بگوییم که شکست بخشی از ارتقای یک شخص است، بخشی از موفقیت است. یک قدم از هدف میتونه شکست باشه. چرا؟ چون ما میخوایم مثال بتونم یک شخصی که شکست خورده و یک شخصی که تازه شروع کرده. شخصی که تازه شروع کرده کلا نمی محیط برش ناآشنا است، نمیفهمه که با چی مشکلات مواجه میشم. ولی کسی که شکست تجربه کرده، دفعه بعد که شروع میکنه از تجربیات خود شروع میکنه، نه از ابتدا سلسله قدم هایی که است. وقتی که از تجربیات خود شروع کرد، اینجاست که خود منجر میشه که یک قدم نزدیکتر به هدف خود نسبت به آدم اولی شود. بله. آقای فیضی، اگر بر بگردیم به سمت خصوصیات یک هدف، ما دو ویژگیش اشاره کردیم که پیش شرطش همان شناخت خود انسان هست و دوم هدف واقعی بودن هست. ویژگی های هم دیگری هم دارد یا خیر؟ بله، ویژگی های دیگه یک برنامه‌ریزی مناسب و زمانبندی منظم داشته باشیم. ابتدا اگر بخوایم در این قسمت برنامه اشاره داشته باشم باز آن سری از جوانانی که
میگن که ما گویا از شنبه شروع میکنیم. یک کلمه مروجی است که در فعلا در جامعه ما و شما رایج شده که هر آن کار را میمونه میگه ان شاء الله سر شنبه شروعش میکنم، ولی میبینن که هفته ها، ماه ها، حتی سال ها سپری شده، هیچ نمیرسه شنبه از یا. به خاطر چی؟ چون یا یک برنامه‌ریزی منظم ندارن و یک وقت بندی ندارن. ابتدایی جمع میخوایم بگویم که اگر میخواهید که به هدف واقعی خود برسید، ترس شکست نداشته باشید، زمان بندی مناسب داشته باشید و امروز و فردا کردن در بخش تعیین هدف خیلی ما را به هدف رسیدن ما مشکل و دشوار میسازه. باید امروز و فردا نکنیم، تنبلی در کار خود نکنیم. وقتی که اقدام میکنیم که ما میخوایم هدف تعیین کنم، موفق شم، پس موفق شو، تعیین هدف کو، برنامه‌ریزی کو، ان شاء الله میتونی به این عرصه هدفت برسی. بله، یک ویژگی از ویژگی های تعیین هدف عالی که روانشناسان اشاره میکند همان یک هدفتان باید قابل اندازه‌گیری باشد. این چی معنا و مفهوم دارد جناب فیضی؟ این خیلی یک مفهوم خوبتر دارد. در ابتدا اگر اینجا بخوایم یک اشاره داشته باشیم به روش اسمارت. خود روش اسمارت چی است؟ روش اسمارت از 5 حرف انگلیسی ساخته شده، SMART. هر کدام از این بخش بندی شده که در تعیین هدف خیلی رول داره. اگر ابتدا شروع کنیم از خود S به معنای امی روش اسمارت اگر بگیم اسپسیفیک، یعنی چی؟ مشخص. یعنی مشخص باشه. ابتدا اگر ما هدف خود مشخص کنیم، میتونیم بعد از سعی تلاش به او برسیم. یعنی چی؟ من میخوایم موفق شوم. اینجا موضوع گنگ ماند، معلوم نیست که تو مشخص نشده چی میکنه. اگر یک شخص بگه که من بعد از طی مراحل که در کورس آموزشی انگلیسی بعد از 6 ماه باید انگلیسی را صورت ابتدایی یاد بگیرم، پس این مشخص شد. یک روش میتونه اسپسیفیک باشه و روش دومش میتونه که measurable، قابل اندازه‌گیری باشه. اندازه‌گیری باشه. یک شخص مثلا از درسی ورزش میگه من تا هفته آینده میخوایم وزن کم کنم، نامشخص شد، قابل اندازه‌گیری نشد. ولی یک شخص میگه که من تا هفته آینده 10 کیلو باید از وزن خود را کم کنم، این میشه قابل اندازه‌گیری. و available، قابل دسترس باشه، مطابق ارزش‌ها و باورهای خود باشه. این میشه بخش دیگه از روش اسمارت. و بخش آرک است relevant باشه که از دیدگاه روانشناسان مرتب باشه، با دیگه نزدیک باشه، اهدافش دور پراگنده به هر طرف نباشه. و بخش آخرش هم که میشه تی، باید تایم بوند یا امو یک سلسله مراتب یا امو تقسیم اوقات بندی داشته باشه که نظر به او بتونه امو تعیین کنه، مراحل خود تعیین کنه، تقسیم اوقات درست جور کنه، میتونه به این برسه. و از روش اسمارت که ما براتون توضیح دادم، از این روش میتونیم ما تعیین هدف بهتر داشته. بسیار عالی. در قسمت اخیر یا در سوال قبلی شما اشاره داشتین به بخشین که ما باید یک برنامه عالی را برای رسیدن به هدف داشته باشیم. این برنامه میتواند چقدر عالی باشد و مدیریت چالش ها در بخش برنامه ریزی برای رسیدن به هدف چقدر سخن مهم و ارزنده هست؟ دقیقاً وقتی که ما میگیم مدیریت تایم منیجمنت، اول ابتدا امو زمان را، چون زمان چیزی است که اگر بگذره دوباره بر نمیگرده. در ارتباط باید تعیین هدف شوه. وقتی تعیین هدف شد به سلسله مراتب تایم منیجمنت و مدیریت زمان داشته باشه و خیلی ارزنده و مفید است. چرا؟ چون این خود باعث میشه که یک شخص خیلی زودتر برسه به هدف خود. و تعیین هدف وقتی که کرد، همین مسیر را معلوم میشه. مثلا یک شخص میخواد به یک موقعیت برسه، وقتی اگر اون موقعیت دلیل رفتنش به اوج معلوم نباشه، پوچ ناامیدی بسیار احساس بی‌ارزشی میکنه. زندگی هم همین رقم است. وقتی که ما بخوایم به مسیر زندگی خود پیش بریم، باید یک هدف داشته باشیم. زیادتر کسا را ما میبینیم که از دارایی خوبم برخوردار است، موتر یا لباس یا هر آن چیزی، ولی هدف در زندگی نداره. زندگی بسیار براشان چی میشه؟ از لحاظ بود روانشناسی اگر جواب بدیم، خود شخص باعث میشه که با افسردگی و استراب مواجه شود. چرا؟ چون تعیین هدف ما خواستم که موضوع برنامه که بالای صحبت کنیم که تعیین هدف است. در ارتباط با علم روانشناسی، قدم اول علم روانشناسی هدف گذاری است. باید ما هدف داشته باشیم. کسی که هدف نمی داشته باشه در زندگی، خود منجر میشه که زندگی را بی معنا ببینه، زندگی را بسیار به مبادش ببینه که بالاخره منجر به این میشه که شخص با استراب و افسردگی مواجه شود. آقای فیضی، در این جریان رسیدن به هدف مسیر هموار نیست، پستی ها و بلندی هایی دارد. مدیریت چالش ها در این بخش چقدر سخن مهم هست؟ دقیقاً مدیریت چالش ها و قبلا که ما یادآور شدم، ترس از شکست نداشته باشن، ترس از قضاوت نداشته باشن. ممکن بعضی‌ها هدفش فرق میکنه ولی با قضاوت دیگران نمونه. شخصا خودم مثلا در عرصه علم روانشناسی خیلی علاقه مند هستم، ولی ممکن اگر ما بخوایم با قضاوت دیگران پیش برم، فرض میکنیم والدین ما میگه در رشته انجینیری و دکتری طب
تو باید موفق شی پیش بری. ولی من اگر علایقم به اون نسبت به اون رشته نباشه، خب این منجر به این میشه که من نرسم به هدفم. پس باید ترس از قضاوت، ترس از شکست نداشته باشیم. هر مسیری که بعض از کسایی هست مثلا در موفق میشن و مشکلات را سپری میکنه، بالاخره به هدف خود میرسه. بسیار سپاس آقای فیضی از این که دعوت ما را پذیرفتین، مهمان برنامه ما شدین. گفتنی های شما و پیام شما به هموطنان عزیز. تشکر. گفتنی های ما خصوصا به می نسل جوان افغانستان است که بیاین یک هدف گذاری درست و موثر داشته باشیم. چرا؟ چون هدف مسیر زندگی ما را مشخص میکنه. این کسایی که هدف نمیگیره در زندگی بالاخره به یک سلسله مشکلات مواجه میشه. به حیث یک محصل روانشناسی ما این گفتنی به آن در جوانان دارم که امروز و فردا نکنیم. بالاخره شنبه ما و شما چی وقت میرسه؟ پس از میال تصمیم بگیریم، از این شروع کنیم و امروز فردا در تنبلی در تعیین اهداف نکنیم. ان شاء الله ما میتونیم موفق باشیم. بله، اظهار سپاس و ممنون از شما هموطنان عزیز نیز که تا این دم بیننده و شنونده برنامه تان بودید، ما را تماشا کردین و تنها نگذاشتین.